نبیجان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 همراه با 3 رهبر نقطه‌های سوزشواری این شرکت بازداشت شدند. بعد بازداشت رهبران شرکت امید 88 در راستای مفلس شوی قرار گرفته است و کارمندانش نیز میگویند ماها است که حق مزد دریافت نمیکنند، اما نزدیکان رجب علی اودینف میگویند زندانی کردن او و زیردستانش راه حل نیست و به آنها باید فرصت داده شود تا قرضشان را برگردانند. یک منبع با اعتماد در آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بازداشت نبیجان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 روز 25 اکتبر صورت گرفته است. به قول منبع همراه با سرمحاسب شرکت امید 88 با 3 مسئول نقطه های سوزشواری نیز در بازداشت می باشند. این منبع گفت گروه تفتیشاتی به خلاصه آمد که تا انجام تفتیشات سرمحاسب نبیجان میرزایف در بازداشت بماند، اما رهبران نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 با آن خاطر بازداشت شدند که نامشان در قرضهای گرفته این شرکت از بانک‌ها همچون کفالت دهنده گذاشته است. از جمله نام رهبران نقطه‌های فروش سوزشواری در قرضهایی که شرکت امید 88 از امانت بانک و تاجیک صادرات بانک گرفته است همچون کفالت دهنده یا پروچیتل نوشته شدند. این قرضها در وقتش برگردانده نشدند و به این خاطر رهبران نقطه‌های سوزشواری نیز به حبس گرفته شدند، گفت منبع. این منبع افزود تفتیش شرکت امید 88 ادامه دارد و احتمالاً تعداد افراد بازداشت شده ها افزایش یابد. تا امروز مقامات بازداشت 2 نفر از رهبران امید 88 رجب علی اودینف و ایدیبک ابراهیموف را تصدیق کردند، اما منابع رادیوی آزادی تعداد افراد بازداشت شده این شرکت را بیش از 6 نفر ارزیابی می‌کنند. رهبران شرکت نفترسانی امید 88 بعد از انتخاب رئیس جمهور امام علی رحمان که گفت این شرکت 10 میلیون سامانه پول بودجه را بازپس نداده است دستگیر شدند. با بازداشت شدن رهبران شرکت نفترسانی امید 88 در راستای بودن یا مفلس شدن قرار گرفته است، هرچند مسئولان این شرکت میگویند که راههای بازگردانی پول بودجه را بررسی دارند، اما باور ندارند که این شرکت دوباره میتواند به پای خود راست بایستد. نزدیکان رجب علی اودینف رهبر بازداشت شده شرکت امید 88 به بیگناهی او اصرار دارند و میگویند به او فرصت دهند مبلغ بودجه را برمیگرداند. بدخشان زردک و یکی از نزدیکان رجب علی اودینف میگوید مسئله مبلغ گرفتن اودینف را به رئیس جمهور نادرست فهماندند. خانم زردک و روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت خیلی هم از لازمی دو واردگی بدم خواستم جناب یولی خودش میخونه بچه خوبه در همین حال سعادت اودینزاده که خود را خواهر رجب علی اودینف معرفی کرد با ارسال یک مکتوب به رسانه‌ها گفته است شرکت امید 88 یک قسم مبلغ‌های قرضی وزارت مالیه را برگردانده است. خانم اودینزاده در مکتوب خود گفته است طبق حجت‌هایی که در دست داریم شرکت نامبرده با وجود اخبار ناصحیح تا امروز برای ادا نمودن قرض وزارت مالیه که 171 میلیون سامانه را تشکیل می‌دهد فائزها و جریمه‌های مبلغ قرضی را در حجم زیاده از 30 میلیون سامانه به تشکیلات بانکی پرداخت نموده است. سعادت اودینزاده همچنین نوشته است زندانی کردن رهبران امید 88 به بیکار ماندن 10 نفر، بالاروی نرخ سوزشواری و ناامید گشتن چندین صاحبکاران دیگر آورده میرساند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی اودینف تأسیس داده است.